قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. السلام عليكم. صبح همگان بخیر و شادی باشد. اینجا من خواستم علایتی آماده کنم. کمتر سویق شد. شیرمو گنده شده، کیفیر شده مانده است. علایتی کردم، کمتر ونیلین انداختم و سودا رو کمتر می اندازم در وقت کیفیر انداختن، چون که کیفیر همچون مثل اکسوس این خیلی می سوزند، بویش می گیرد بوی سودا را. شما نیز حتما همین خیلی تیار کنید. من اینجا لکه کمتر تیار کردم. اینش من تو این خیلی تیار کردم. اینش سردیچکا قلبم بود. سردیچکا کرده تیار کردم. مبینش به شکلات نیز مانده منه اینجا. بینید چقدر خوشرو شد. کمتر سرخ کرده گرفتم. چقدر که این غافستر شد، برای همین سرختر میگیرم. مبینش به شکلات موندگی این بیان. علاقه یکتش خورده دیدم به حد به مزه. نه شکلاتش به مزه آمده. شما همین خیلی کرده تیار کنید. کسی غوری کرده ایستاده باشند یا عبید باشند و همه تا اشتباه ایستاد. نهاری ما تیار است. رویش با عسل رو دادم. و ما اشتباهی صاف به شما نیست. اگر کانال ما و نوارهای ما پسندتان باشد حتما لایک رو فراموش نکنید. دستگیری کنید. کانال ما را السلام علیکم. روز همگان بخیر و شادی باشد. ساعت حاضر پیتر به علاقه 7 بیگاه تقریبا
امروز یک چند کارهای انجام دادم. امروز از تاجیکستان تلفن کردن که ای جانم دخترچم 6 ساله ماهی مای 6 ساله پوره شد. مکتب بردیم. چخیلی که حاضر بسیاری میدونیم در تاجیکستان همین قانون برآورده که از سن 7 ساله پوره مکتب گرفته میشد. مکتب خصوصی و دادیم. امروز اگزایم رفته گذشته است. زبان روسی سوال دادم خیلی نام و فامیلش چند سال بوده که سوال میشه. 88 بال گرفته است دخترچه من. راستی که من میخواستم که سالی آینده به صنف یکم رود. خیلی که قدش بلند است برای همین ای جونم خواستن 1 سال پیشتر دهن تا سال آینده باز قدش بلندتر میشد. همسابقانش فرق کرده ایستاد گفته. برای همین امسال دادن نمی گرفته که بود دیرکتر و مکتب خصوصی наловой به میگیریم گفته و کریم ای جونم التماس کریم که میخواد صنف یکم بگیرید گفته. اکنون من صنف یکم رفته است. من برای همین آزاد شدنش کلانی پسرم اونجا آوردم که اینجا بودجت بی پول خواند گفته آوردم. اونجا باشد با مکتب خصوصی و دخترچه دادند. اکنون باز علی چند هزار مبلغ باید دیم. پس از سالی خونش 1 مرتبه میخوایی میتید. باز امروز خواستم رفته دینا припискаш писарчам додagi через онлайн заявка پر کردم анкета. якас همسایه‌هامو маслиҳат доданд ки фикр карда гаштам ки регистрация дар кор писарчам ба он гражданин Россия, манам гражданин Россия. ҳама хеле маблағ регистрация дар кор буд. پرسم گویم انا اینترنت به پول کو گوگل به پارتایید گفتم. در حقیقت همیشه گوگل به پارت گفتم. انکتا پر کردم. امروز خودش ساعتی 10 نزد مترو رفته گرفتم. دستافکش 300 сом و نرخ پرپیسکا 1 ماهینش 500 сом 3 ماهینش 600 сом 600 روبل روسی 900 روبل دادم. رегистрация گرفتم. رегистрация حقانی نیه قلبکی است. برای پولیس گرفتن و پلیکلینیکا прикрепить کردم به مکتب دادم به میشد. همین خیلی کردم. پرپیسکه گراناندم. رегистрация بعد نزدم و страховой полис است. офисش اونجا رفته страховой полис گرفتم. اونجا برام به پلیکلینیک آدرسی که ما زندگی میکنیم همونجا رفته پریکریپیت کناندم و اونجا برام ساعتی 4 مکتب رفتیم تا اچرا پایده اومدن پایده شیشتیم. خلاصی گپ ما رو نگرفتن به مکتب. اول نوشته گرفتن نام مناسبم نمره تلفنم. وقتی گفتم که همین خلق تاجیکستان صنف 1 و 2 تاجیکستان خوند صنف 3 بمیرد امسال گفتن که نه صنفم پر 3 به من گرفته نمیتونم. من گفتم مکتب خصوصی خونده که پروگرام روسیسکی کرده زبان روسی میدوند все равно من گرفته نمیتونم. هم دوم شما مکتب ما و نگاه نمیکنه و شما باید دیگر جوه مکتب نگاه میکنیدن دیگر جا مراجعت باید کنیدن گفته. همین خیلی همینجا برای آمدم. این مکتبی نزدی خانه و آمدیم. کمتر دیر کردیم. ساعتی 11 تا ساعتی 1 بوده است پیامش. اکنون هفته آینده روز 3 شنبه خدا خواهد میریم. گرافیکش صورت گرفته آمدم برای آنکه از خاطرم نبرآمدنش. همین خیلی کرده روزم گذشت. امروز حاضر
ош ба зирбак кардам. наход камтар ҷӯшонда андохтаму баъд бурунҷи шушта меандозам. ҳамин хел имрӯз ҳаво салқинак, инқадар гарм набуд. мана инҷози зирбаки манам ҷӯшта истодааст. камтар наход бафтам, обашо камтар бисёр андохтам ки находаш заяд буда. находаша янгам тар карда мемонанд, бисёр как тар мекуна, 1/2 килограмм. баъд сони холодильник мемонам, кай дар кор шавад гирифта корпас мекунем. ҳама вақт находи тар кардагӣ аст хона ва кӯям ҳам хато намекунам, яхдон мемонем. гирифта корпас мекунем. бурунҷа андохтам, камтар бо об рехтам, баъд зираша андохта дам мекунам. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم